تا حالا فکر کردین اون چیزایی که میخوریم چه شکلی درست میشن؟ چیزای خوشمزه‌ای مثل شکلات یا بستنی؟ من یک کتاب اینجا دارم که تقریباً همسن و سال منه. یعنی موقعی که من بچه بودم این کتاب چاپ شده. این دقیقاً همون کتابه که وقتی من همسن و سال شماها بودم میخوندمش. امروز پیداش کردم و فکر کردم که بیام و تصویراشو به شما هم نشون بدم و برای شما هم بخونمش. اسم کتاب هست از کاکائو تا شکلات و ناشرش هم دفتر نشر فرهنگ اسلامیه و نویسندش یه نفر نیست بچه ها، یه گروهی نشستن دور هم و این کتاب رو نوشتن و برای همین نوشته تهیه شده در دفتر ویرایش. بازنویسی و ویرایشش هم خانم طلیعه خادمیان انجام داده. خب بریم ببینیم که قضیه از چه قراره. مهمترین ماده‌ای که شکلات را می‌سازد کاکائو نام دارد. کاکائو میوه درختی است که در مناطق گرمسیری و بسیار مرطوب می‌روید. میوه‌های رسیده کاکائو با چاقوهای شبیه به داس از درختان بریده می‌شوند. با همین چاقوها میوه‌ها را از وسط نصف می‌کنند و دانه‌های کاکائو را از وسط آنها بیرون می‌آورند. در هر کدام از این میوه‌ها تقریباً 60 دانه کاکائو وجود دارد. دانه‌ها پس از خشک شدن در کیسه‌های انباشته می‌شوند. در کشورهایی که درخت کاکائو می‌روید، کارخانه شکلات‌سازی خیلی کم است. به همین دلیل کاکائو را با کشتی به کشورهای دیگر می‌برند. در کارخانه دانه‌های کاکائو را به وسیله اجاق بزرگی که ظرف تنور مانندی بر روی آن قرار دارد بو می‌دهند. تنور میدونین چیه؟ اون چیزایی که قدیما مثل اجاق درست میکردن و داغ توش چیزای مختلف میپزن. میشه کیک پخت، میشه نون پخت، میشه یه دونه های مثل کاکائو و قهوه رو بو داد. یه چیزی شبیه اون چیزایی که امروز تو خونه هامون هست و بهش میگیم فر و یه بخشی از گازه یا یه دستگاه جداگونه است. دونه ها پس از جدا شدن از پوست ساییده می شوند، یعنی له می شوند. ولی از این ساییدن کاکائو آرد به دست نمی آید. معمولا وقتی گندم رو له می کنید دیدین بچه ها یه چیز پودری به دست میاد، اما کاکائو این اتفاق براش نمیفته. چرا؟ چون توی این کتاب نوشته کاکائو به خاطر اینکه چربی داخلش هست وقتی که آرد میشه با اون روغن‌ها قاطی میشه و تبدیل میشه به یک خمیر. این چربی را روغن کاکائو مینامند. هرقدر خمیر کاکائو رو بیشتر بسایند بعداً شکلات آن خوشمزه تر خواهد شد. یعنی هرچی بیشتر لهش کنن روغن کاکائوی بیشتری ازش بیاد بیرون خوشمزه تر. با این خمیر می توانند 2 کار انجام دهند. اول اینکه چربی آن را خارج کنند که آرد یا پودر کاکائو باقی بماند، مثل این پودرایی که میریزیم تو شیر یا پودرای کاکائویی که میریزیم توی غذاهای مختلف. کار دیگه ای که میتونن بکنن اینه که خمیر را با مواد دیگری مثل شیر و شکر مخلوط میکنن و شکلات شیری به دست میاد. این مخلوط را باید حسابی مالش داد، یعنی ورزش بدیم. ساختن شکلات خیلی آسان است. مخلوط خمیر کاکائو و شیر و شکر را آنقدر حرارت میدهند تا به صورت مایع درآید. سپس این مایع را در قالب ها میریزند. قالب ها میتونه بچه ها شکلهای مختلفی باشه، مثلا مربع، تو کتاب مربعیه، ولی ما میتونیم مثلا شکل قلب، شکل ماهی و مدل‌های مختلف شکلاتی که مطمئنم خوردین و الان تو ذهنتونه. بعد از اینکه اینها رو توی قالب ریختن، شکلات سرد می شود و به صورت جامد در می آید و به راحتی می توان آن را از قالب خارج کرد و در بسته های مختلف جای داد. انواع مختلف شکلات در فروشگاه وجود داره. شکلات شیری که مقدار بیشتری شیر داره،
شکلات‌های تیره رنگ که درصد کاکائوش بیشتر رو بهش میگیم شکلات تلخ. شکلاتایی که فندق و بادوم توش داره یا میوه های مختلف داره. بعضی از شکلات هم سفیدن. ببینم حالا شماها از بین شکلاتایی که خوردین چه مدل شکلاتی رو بیشتر از همه دوست دارین؟